سلام، سید محمد حسین طباطبایی هستم از اصفهان. از فیلم آمستردام با بازی مهدی سلطانی اول فیلم بود. دیدم خوشم آمد. یعنی دو تا مونولوگ داشتم که یکیش آمستردام بود، اون یکیش هم سرگیجه که آمستردام جذاب‌تر بود برای من. کلاً بازیگری رو دوست دارم و حس خوبی بهم میده. روزی که به ما خبر دادن حدوداً 4 و 5 بعد از ظهر بود تا حالا اتود انتخاب کنم و اوکیش کنم شد ساعت مثلا 8 شب تا 3 نصف شب تمرین کردیم، بعدش هم که رفتیم برای اجرا. همه راه رو تخت گاز اومدی ولی آخرش رسیدی به ناکجا آباد. واقعا میارزید یه بار چرتکه انداختی ببینی تا حالا چقدر کاش بها بدی. همه ازت میترسن. حواست هست به خاطر تو همه چیمو از دست دادم، رگ و ریشمو، زندگیمو، آرامشمو. چند سال دیگه باید پات بمونم. دیگه حتی برای 1 ساعتشم باید بانم. یه دلیل باید بهم بدی برای جای خالی فوات. یه دلیل به خاطر بودن در مقابل نبودن شیوا. شد 55 سال. دیگه حتی برای 1 ساعتشم باید بانم. وقتی که مارس میشی اگه 100 تا جفت شیشم بیاری دیگه باختی، فرقی به حالت نمیکنه. خیلی جون سخت بودی که تا اینجاش هم تونستی دووم بردی. چون استرس زیاد داشتم زیاد راضی نبودم، یعنی به نسبت اون تمرینی که داشتم. یعنی تایم اجرا بیشتر بود، 3 دقیقه رو باید پر میکردم، ولی خب چون بار اولم بود که داشتم میرفتم جلوی دوربین استرس داشتم و خب به نسبت استرسم 75 رو میدم. آمنه کریمی هستم، متولد سال 72، از سمت شاهینشهر اومدم. داخل خونه از چیزایی که داشتم برای گیریمش استفاده کردم و این نقش رو از بازی خوب خانم اسکندری توی فیلم ملی و هزار راه نرفته انتخاب کردم، به خاطر اینکه خیلی بازیشو دوست دارم. کلا خانم اسکندری رو بازیگری حرفه خیلی مرموزیه، خیلی خوشم میاد از بازیگری، ولی از موزیکال و تئاتر خیلی بیشتر خوشم میاد. برای این اجرا زیاد تمرین خاصی نداشتم، راستشو بخوایم فقط فیلمشو دیده بودم و چیزایی که ازش یادم مونده بوده اجرا کردم. آخ شوهرت زده؟ چی کار است؟ مال من مهندسه. بچه داری؟ من 2 تا دارم. بعضی وقتا میگم حتما یه کاری میکنم که منو میزنه دیگه. نه؟ خودش که میگه کرم از منه. بعد شروع میکنه سوت زدن، بعد موهامو میپیچه دور دستش، همینجوری تو اتاق میچرخونه. خسته که میشه میزنه به در و دیوار. بهم میگه حقمه. همش میگم خدایا شاید یه کاری کرده باشم که منو بزنه، ولی بچه هم چی؟ اونا که کاری نکردن، نه؟ بعد اونا رو میگیره هی میزنه. امروز خواستیم مثل آدم بریم بیرون، یهو پرید مثل دیوونه ها، سرمو گرفت کوبید کنار میز. بهش گفتم برای چی منو میزنی؟ واقعا فکر کردم، گفتم شاید من یه کاری کردم که منو میزنه. میدونی هرچی فکر کردم یادم نمیاد که چرا منو میزنه. وای سرم خیلی درد میکنه.
همش فکرای ناجور میاد سراغم، فکرای بد. میدونی من اصلا بعضی موقع یادم میره اسم بچه ها رو. یه بار رفتم بهش گفتم اصلا بگو برای چی من میزنی؟ دلیلشو بگو. باورت میشه اصلا خودش هم نمیدونه چرا منو میزنه. فقط میزنه. صدات کردن؟ نری رضایت بدی یا گول نخوری یا هیچی عوض نمیشه. یهو که چشمتو رو هم بذاری میرسی به سن من، چند تا بچه قد و نیم قد کنارت وایسادن، بعد اون هی تو رو میزنه ولی تو هیچی نمیتونی بگی به خاطر اونا. هی مجبوری تحمل کنی. هیچی عوض نمیشه ها. نری رضایت بدی یا. اجرام خوب نبود زیاد، ازش راضی نیستم زیاد. اگه تمرین داشتم میتونستم بهتر اجرا کنم. کلاً حسگیری اولش خوب نبود. به خودم از 100 30 میدم. حتما دوست دارم با شما همکاری باز داشته باشم. سلام، دنیا چاوشی هستم از سیرجان استان کرمان. این متن در اصل کار خانم نغمه صمینیه اگر اشتباه نکنم و چون که به طور معمول اتودهای من حول محور یک خانم درامه و یه سبک روتینی داشت میشد، دوست داشتم که یه کار متفاوت تر کار کنم و در اصل این کار توی یه فرودگاه یه خانومی رو داره نشون میده که حالا یه ذره تغییرات دادیم. چقدر تمرین کردم که ریا نشه 4.5 الان 7.5 فکر کنم 3 ساعت بشه زیادش، ولی میتونست کار تمیزتری بشه طبیعتا اگر بیشتر کار میشد. یکم خام بود اما فکر میکنم به نسبت تونستم جمعش کنم. مرسی. اون چیه برای تو آورد؟ ها بخور ببین دوست داری؟ نه دقیقاً همونیه که میخواستم. دقیقاً. چی داشتیم میگفتیم؟ ها همچین اینقدر بدم میاد از صبح تا شب میرن آرایشگاه، همش هم حرفای چرت و پرت. نمیدونم این دماغشو عمل کرده، اون لباشو ژل زده، این اینجاشو اونجوری کرده، اون اونجاشو اونجوری کرده. میدونی از همه بدترم این لاغریه. همش هی میگن هی خانوم چه خبرت اینقدر چاقی داری میترکی ها؟ به تو چه؟ والا به خدا. اصلا میدونی من اگه مرد بودم از زنای چاق خوشم میومد. یعنی چاقا هم مهربونترن هم باهوشترن. نه که خودم رو بگم ها، نه اصلا منظورم خودم نیست، ولی خب غذاشون رو که دیگه یقینا بهتر درست میکنن. همچین دستپختشون خوبه دیگه. بعد آره اینطوریا. اصلا من میگم مردای چاق باید با زنای چاق ازدواج کنن، بعد مردای لاغر هم باید با زنای چاق ازدواج کنن. میگم این بهرام ما هم باید خنگ باشه. اگر اینکه نه خنگ که حالا چی؟ یعنی منظورم اینه که باید از زنای چاق خوشش بیاد. نکنه خوشش نیاد. یقین خوشش نمیاد. اگه خوشش میومد که تا الان باید پیداش میشد. ها؟ چرا نیومده؟
این نکنه از این گوشه پوزه ها یه جایی نگاه کرده منو دیده خوشش نیومده؟ نه، چاق دوست نداره، دوست نداره چاق. وای 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 40 سال گذشت، یکی رو نتونستی تور کنی. این هم خوشش نیومده. اگه خوشش اومده بود که الان اینجا بود. اگه خوشش اومده بود که الان اینجا بود. چرا نیومده؟ نسبتا خوب بود اما خب میتونست پخته تر بشه کار. سخت شد. 70 ریزکاریاش، اینکه بیشتر بشینه به خودم و مسلط تر باشم روش و حساب شده تر باشه. سلام، نازنین زهرا فرخی هستم، متولد بوشهر، 12 سالم. راستش این جرقه‌ای بود که یه دفعه به طور اتفاقی اومد تو ذهنم. اول راجبش فکر کردم، بعدش رفتم جلوی آینه ترمیم کردم، بعد اومدم اتود زدم. انگیزم راستش من میخواستم یه طور حالت طنز ماندن انجام باشه، همین. راستش من دیر بهم اطلاع دادن، زیاد نتونستم تمرین کنم. بچه من یه مرغ دارم داره بزرگ و بزرگتر میشه، میخوام تخم که گذاشت با جوجهش یه مرغدار بزرگ بزنم. یعنی جوجهش که به دنیا اومد، از تخمش اومد بیرون، بعدش باز بزرگ که شد اونم تخم بزنه. تو این روال میخوام یه مرغدار بزرگ بزنم. بکن کلی مرغ. بله مامان، الان میام. بچه من برم نهار مارم کنم. بله مامان، چطوری؟ خوبی؟ مامان نهار چیه؟ قرش بود؟ جون من خیلی خوش می‌خوام. مامان برم مرغم غذا بدم بیام. مامان جونم مرغم نیست. مامان مرغم کجاست؟ مامان نکن نیستش. مامان نکنه در رفته، نکنه تو ریختش تو اون قصد. مامان کشتیش. مامان چرا کشتیش مرغم؟ مامان اونو دوستش داشتم، روش حساب کرده بودم. چرا کشتیش مامان؟ الان من اون غذا رو نمیخورم، اصلا هیچ غذا دیگه نمیخورم. اجرام به نظرم خوب بود ولی بیشتر میتونستم تلاش کنم، چون که کم تمرین کرده بودم. بیشترم میتونستم، در توانم بیشترم بود میتونستم تمرین کنم. من از 100 نمره به خودم 70 میدم، چون جا داشت هنوزم بهتر بازی کنم ولی نشد دیگه. به نام خدا، فاطمه محمدی هستم از اصفهان. انگیزه خاصی که نه، ولی خب به نظر اومد که این موضوع میتونه تاثیر خیلی زیادی داشته باشه، چرا که ما کلا توی روزمره همچین چیزایی رو میبینیم که چطور یه اشتباه کوچیک میتونه توانایی خیلی بزرگی داشته باشه. بازیگری رو من به عنوان یک هنر، به عنوان یک کاری که میتونه حال من رو خوب کنه، من به این دید بهش نگاه میکنم و به همین خاطر دوستش دارم و دوست دارم که توی این مسیر کار بکنم و به پله‌های بالاتر موفقیت برسم. برای این اجرا نسبت به اجرای قبلی کمتر بود، ولی خب به نسبت حدوداً 1-2 روز تمرین کردم. منو باز برای چی آوردین اینجا؟ چرا دوست دارین اذیتم کنین؟ میخواین حقارت منو ببینین؟ خب ببینین. ببینین چقدر خار و خفیف شدم. ببینین چقدر خار و ذلیل شدم. دشمن شاد شدم آقای قاضی. دشمن که نه،
رفیقا من. ببینم تو. نه اصلا تو. اصلا خود شما آقای قاضی. تا حالا شده دوستات بشن دشمنات؟ خنده داره نه؟ هیچم خنده دار نیست. آخه رفیقام من نمیتونستم اعتراض کنم آقای قاضی. رفیقام بودن. خب اون شب مزخرف همه چی خیلی خوب داشت پیش میرفت، خیلی داشت خوش میگذشت. اون لیوانه رو مریم بهم داد. مریم اون دختر توپل مهربونه هست، کارش درسته. نمیتونستم اعتراض کنم بگم نه خب مریم بود. نفهمیدم چی شد اصلا یه حالی شدم و سرخوش شدم اون موقع. میدونی چی شد؟ خب مهمونی شلوغی بود، همه بچهای دانشگاه اون شب اونجا بودن، میزدن، میخوندن، میرقصیدن. رفتم مریم رو صدا بزنم، خواستم یه لیوان دیگه ازش بگیرم، آخه خیلی به مزه داد، ولی نبود. هرچی صداش کردم مریم مری کجایی تو؟ آب شده بود رفته بود تو زمین. بلند شدم که برم دنبالش بگردم ولی نمیشد، انگار دستم یه جا گیر کرده بود، نمی اومد باهام. نفهمیدم چی شد، اصلا نمیفهمیدم چی میگه. فقط خیلی وحشتناک بود آقای قاضی. اون موجود وحشتناکه رو میگم، یه موجود سیاه و زشت دست منو گرفته بود، ول نمی‌کرد. هرچی داد زدم، کمک خواستم، انگار نه انگار. تا اینکه یهو همه جا خلوت شد، ساکت. دیگه هیچی اون اطراف ندیدم، همه رفته بودن، فقط من مونده بودم و اون موجود کریه و زشت با یه عالمه خون. سرش زخم شده بود، داشت از سرش خون می اومد. درسته ازش میترسیدم، خب ولی نمیتونستم تنهاش بذارم. حیوان زبون بسته گناه داشت سرش خون میرفت. نشستم کنارش، سرش رو تو دستام گرفتم، فقط نوازشش کردم. آقای قاضی من مریم رو نکشتم، من اون روز فقط نوازشش کردم، من قاتل نیستم، من فقط نوازشش کردم. دوستش داشتم، به نظر من که خوب بود. فکر میکنم که اون تأثیری که باید رو گذاشته روی مخاطب. اگر بخوام از 100 به خودم نمره بدم، فکر میکنم که 60 یا 70 مناسب باشه. بله حتما، چرا که نه. اجرا به من حال خوبی میده و دوست دارم که ادامه دار باشن. سلام، امید علی بیگی هستم، 27 ساله، از اصفهان. این ایده رو از فیلم سد معبر که دیده بودمش، از بازی آقای حامد بهداد دیدم، خوشم اومد، خواستم اجرا کنم. سبک بازی کردنشو دوست داشتم، خواستم به قول معروف تو اون سبک بازی کنم. زمانی که واسه تمرین کردم برای این اتود گذاشته بودم حدوداً 6 روز شد. احمد چرا نمیخوای بفهمی؟ من کامیون خریدم، واسه یه لقمه نون در آوردن، میخوام کار کنم. من عقل ندارم، اعصابم دست خودم نیست، قاطی میکنم یه چیزی میگم طرف دوباره ناراحت میشه. هیچ جا هیچ کی منو نمیخواد. من تو زندگیم یه بار یه کار عاقلانه کردم و همه دنیا رو برای من واسه من پشیمون نکنن. واسه چی؟ مگه جا کیو تنگ کردم؟
کی دارن خوب زندگی میکنه؟ کیا دارن خوب زندگی میکنن؟ این وضعیت منه. حساب بانکی خودت برو نگاه کن الان. کیا دارن خوب زندگی میکنن؟ هر کی از قدیم باباش خونه و مغازه داشته. زنگ بزن بهش بگو برگرده به سر خونه زندگیش. من برای که برداشتم ماشین خریدم ول کرده از زندگی من رفته. بچه‌مو میخواد بندازه. به کی باید برم بگم آخه الان؟ مثلا الان باید برم با کی حرف بزنم؟ چه جوری بیام به تو بگم که زن من رفته؟ زن من برای که من نمیخوام برم تو شرکت کار کنم ول کرده رفته. اینا به هر کی بری بگی بهت میخنده، مسخرت میکنه. تو نمیخوای بفهمیش اصلا اینو. هی به من میگی برگرد برو باش آشتی کن، برگرد برو باش آشتی کن. چه جوری به چه زبونی بهش بگم؟ نمیخواد بفهمه. بابای من شلوونه مال نداره، من با چی کار کنم؟ احمد قصاب که داره میبینی باباش قصابی داشت رفت داخل مغازه باباش داره کار میکنه. من بابام نداشت. من خودم موندم و خودم. اجرام نسبت به تمرینی که واسش انجام داده بودم خوب بود. از 100 نمره به خودم واسه این اجرایی که انجام دادم 90 میدم. به خاطر اینکه تمرین قوی روش کرده بودم، زمان زیادی براش گذاشتم که درجه 1 انجام بشه. بله، دوست دارم که بازم بیام اینجا اجرا انجام بدم، تو جمع دوستان باشم و کارمو پیشرفتش بدم. به نام خدا، امیرحسین کریمیان هستم از شهر اصفهان. این ایده که به ذهن من رسید با توجه به تحقیقاتی که کردم، تمام نکاتی که تو سریال ها، فیلم ها، پخشخانگی و هر کجا که دیدم، با توجه به اون و میزانی که جامعه نیاز داشت این نقش انتخاب کردم که بیام اینجا اجرا کنم. انگیزه‌ای که داشتم این بود که من از کوچیکی تو روستای مادریم تعزیه میذاشتن و من خیلی علاقه به تعزیه داشتم. میمدم و اونو داخل خونه اجرا میکردم هر طوری که شده. بیشترم به نقش شمر علاقه داشتم. به خاطر همین شد که یه فرصتی فراهم شد پارسال که معلممون تست گرفت و منم تو اون تست شرکت کردم. برای این اجرا به مدت 1 ساعت تمرین کردم. بیشتر از این تمرین نکردم. فرهاد، سال اول دانشگاه رو یادته؟ آقای فرهادی چی گفت؟ آره، آقای فرهادی یه حرفی زد که همه بچه‌های کلاس بهش خندیدن، ولی من این حرفش هیچ موقع یادم نمیره. ولش کن، حالا حرفش مهم نیست، ولی اینقدر بدون که من الان اگه به حرف آقای جلالی گوش میدادم الان وضعم این نبود. حرفش واقعا خوب بود. من الان دیگه فرهاد هیچی از خودم ندارم. ماشینم، زندگیم، پولم، داراییم که تو این همه سال جمع کرده بودم از دست دادم. دیگه نمیدونم واقعا باید چی کار کنم. زندگیم از هم پاشیده. دیگه هیچکی به من محل نمیذاره. من موندم و این لباس تنم با 70,000 تومان پول که اومدم نشستم تو این کافه. با تو قهوه میخورم. میدونی این قهوه چه چیزی شبیه منه، چه چیزی رو به زندگی من ربط میده؟ نمیدونی؟ پس من بهت میگم. این زندگی سیاهه مثل این قهوه، ولی فرق قهوه اینه که قهوه باطن سفیدی داره. من باختم همه چیمو. نمیدونم که امشب، فردا، ماه آینده، ماهی که داره میاد، باید چی کار کنم؟ زندگیم از هم رفت. اومدم اینجا تو حرف بزنم، یه مقدار درد دل کنم که شاید یه ذره سبک شم، شاید یه ذره از بدبختیم کم بشه. ولی کم نمیشه، تلخیش میمونه. من از تو یه چیزی میخوام. آره، یه چیزی. اینه که اگه میتونی به من یه کمکی بکنی،
که من از این وضع در بیام. یعنی چی؟ یعنی تو هم نمیخوای به من کمک کنی؟ از همه جا من رو تبرئه کردن، دور کردن. دیگه نمیدونم. یعنی نمیخوای کمک من کنی؟ پس تو چه دوستی هستی؟ ببخشید بفرمایید. گورتو گم کن. فقط همینا میدونم. گم شو. اجرام برای فردی که 1 ساعت تمرین کرده مطمئنا نواقصی داره و هر چقدر که این تمرین بیشتر بشه مطمئنا این نواقص برطرف میشه. از 100 من همیشه کمترینه برای خودم میگیرم که هر چقدر بالاتر شد به پیشرفت خودم نگاه کنم و اونو بررسی کنم و به خودم 50 میدم از 100. بله چرا که نه، مطمئنا هر چقدر که اجرا بیشتر باشه نواقص هم در پایش برطرف میشه.